بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. الف لام میم. الف لام میم یعنی حروف رمز است میان خدا و رسول او. تلك آیات الكتاب الحکیم. این آیات کتاب حکمت آموز است. هدى و رحمة للمحسنین. هدایت و رحمتی است برای نیکوکاران. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. آنانی که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آنهایند بر هدایت از جانب پروردگارشان و آنهایند که رستگار اند. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را می خرد و به بیدانشی مردم را از راه خدا باز می دارد و آن را به مسخره و استهزا می گیرد. چنین کسان عذاب خار کننده خواهند داشت. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. و چون آیات ما بر وی تلاوت شود متکبرانه روی بر می گرداند که گویی آن را نشنیده و یا در گوش هایش کری است، پس او را به عذاب دردناک مژده ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. مسلمان کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برایشان در بهشت باغهای سرشار از نعمت است. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. که جاودانه در آن به سر میبرند. وعده خداوند حق است و او مقتدر غالب و با حکمت است. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آسمان ها را بدون ستونی که آن را ببینید آفرید و در زمین کوه ها را قرار داد تا شما را نجنباند و در آن از هر جنبنده پراگنده ساخت و از آسمان آب را فرود آوردیم، پس در آن از هر جفت گیاهان نیکو و با ارزش رویانیدیم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اینها آفرینش خداست، پس به من نشان دهید کسان دیگر غیر او چه آفریده اند، بلکه این ستمکاران در گمراهی آشکار اند.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حمید. حقا که ما به لقمان حکمت دادیم و گفتیم خدا را سپاس گزار. هر که سپاس گزاری کرد فقط به نفع خود سپاس می گزارد و هر که کفران کند یعنی به خدا زیانی نیست. همانا خداوند بی نیاز و ستوده است. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. و به یادار هنگامی که لقمان پسرش را در حالی که به او پند میداد گفت ای پسرک من به خدا شریک و همتای قرار مده، زیرا شرک ظلم بس بزرگ است. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. و ما انسان را درباره مادر و پدرش سفارش و توصیه کردیم. مادرش او را در حال ضعف بر بالای ضعف حمل کرد و جدا کردن او از شیر دادن 2 سال است و گفتیم مرا و مادر و پدرت را سپاس گزاری کن و بازگشت همه به سوی من است. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و اگر پدر و مادرت بکوشند تا تو چیزی را که به آن علم نداری شریک و همتای من قرار دهی پس هرگز از آنها اطاعت مکن و در دنیا با آنها به نیکی رفتار و معاشرت فرما. از راه کسانی پیروی کن که به سوی من رجوع می کنند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه انجام داده اید آگاه می سازم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. ای پسرک من اگر عمل تو به وزن دانه خردل یعنی اسپند و در دل سنگ سخت و یا در آسمان ها و در زمین باشد خداوند آن را در قیامت می آورد. یقینا خداوند دقیق و آگاه است. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای پسرک من نماز را برپا دار و به کارهای پسندیده امر فرما و از کارهای زشت و بد منع کن و آنچه به تو میرسد صابر و شکیبا باش. بی تردید اینها از کارهای مبرم و مهم است. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. و با بی‌اعتنایی و غرور از مردم روی مگردان و در زمین با ناز و تکبر راه مرو
همانا خداوند هیچ متکبر مغرور و فخر فروش را دوست ندارد. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. در روش و رفتار خود میان رو باش و از صدای خود بکاه. همانا بدترین صداها صدای خران است. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای شما مسخر و رام ساخته است و نعمتهای آشکار و پنهان خود را برای شما افزون و تمام کرده و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و یا رهنمود کتاب روشن درباره خدا مجادله می کند. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. و چون به آنها گفته شود آنچه را که خدا نازل فرموده پیروی کنید، میگویند بلکه چیزی را پیروی میکنیم که پدران خویش را با آن یافته ایم، حتی اگر شیطان آنها را به سوی عذاب شعله‌ور دوزخ فراخواند، یعنی باز هم از آنها پیروی میکنند. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. و کسی که روی خود را به خدا تسلیم کند در حالی که او نیکوکار باشد بدون شک به دستاویز محکم چنگ زده است و عاقبت همه کارها به سوی خداست. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. و کسی که کافر شد کفر او تو را غمگین نسازد، بازگشتشان به سوی ماست، پس آنها را به آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم ساخت. مسلماً خداوند به آنچه که در سینه هاست آگاه است. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آنها را اندکی از نعمتهای دنیا بهره‌مند می سازیم، سپس به عذاب سخت گرفتارشان می سازیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، مسلماً خواهند گفت خدا. بگو ستایش مخصوص خداوند است ولی اکثرشان نمیدانند. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، حقا که خداوند بی نیاز و ستوده است.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. و اگر آنچه درخت در زمین است قلم شوند و بحر ترکیب از رنگ شود و با 7 بحر دیگر هم مدد شود تا کلمات خدا را بنویسند، ولی کلمات خدا هرگز پایان پذیر نیست. حقا که خداوند مقتدر غالب و با حکمت است. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. آفریدن شما و برانگیختنتان جز مانند یک فرد نیست. یقینا خداوند شنوا و بیناست. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیا ندیده ای که خداوند شب را به روز داخل می کند و روز را به شب داخل می گرداند؟ آفتاب و ماه را رام ساخته، هر کدام در مسیر و زمان معین در حرکت اند و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اینها به سبب آن است که خداوند مطلقاً حق است و آنچه را که جز او می‌خوانند باطل مطلق است. همانا خداوند عالی مرتبه و بزرگ است. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ندیدی کشتی ها به وسیله نعمت خدا یعنی آب، باد و هوا در بحر حرکت می کنند تا برخی از نشانهای قدرت خود را به شما نشان دهد. حقا که در اینها نشانه‌هایی است برای کسانی که شکیبا و شکرگزار اند. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. و چون آنها را موج همچون ابرهای سایه افگن بپوشاند خدا را میخوانند و با اخلاص کامل او را عبادت می کنند، اما هنگامی که به خشک نجاتشان داد صرفاً بعضی از آنها میان رو هستند. البته آیات ما را جز هر خائن پیمان شکن و ناسپاس انکار نمی کند. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم از پروردگارتان بترسید و از روز هراس نمایید که هیچ پدری نمیتواند گناه فرزندش را
دفع کند و نه هیچ فرزند از گناه پدر چیزی را باز دارنده نیست. به یقین وعده خداوند حق است. پس مبادا زندگی دنیا شما را فریب و مغرور سازد و یا شیطان فریبکار شما را نسبت به خداوند فریب ندهد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. همانا علم یا خبر قیامت نزد خداوند است. اوست باران را نازل می فرماید و آنچه در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند که فردا چه می کند و هیچ کس نمی داند که به کدام سرزمین می میرد. حقا که خداوند به همه آن دانا و با خبر است.